دوستان یه لحظه این کلیپ رو ببینید. بياكل بطني بيجعني يا ناس يا مسلمين يا عرب يا عالم انا جوعانه. حالا این کلیپ رو ببینید. بزرگترین آرزوش غذا. شما 1 ساعت تصور کنید بچه‌تون نوه‌تون ازتون غذا میخواد، 1 ساعت نمیتونه غذا ازش برسونه. نه یه روزا، نه 2 روز، نه 3 روز، 1 ساعت نمیتونه غذا ازش برسونه. چه سوال میشه؟ حالا اینو میخوام بگم به اویی که سنگ مردم اسرائیل رو به سینه میزنه. کمک‌های مردمی که داره میشه برای مردم غزه تو راه جلوش میگیرن، این بلا رو سرش میارن. آردا رو میریزن تو خیابونا که نرسه به کودکان غزه یا مردم اسرائیل. چه مردمش چه حکومتش اصلا یا حرومزاده، ما نمیدونیم چه تخم و ترکه‌ای هستن. ربات یه تیکه آهن خدای بیشتر از این احساسات داره. اینقدر نامردن، اینقدر پستن که جلو چششون میبینن چه اتفاقی داره میفته. بعد دور دیوارای غزه کباب میزنه که بوش برسه به مردم غزه، به کودکای غزه. اینقدر یا نامرد و پسته. بعد جناب عالی میگه یا فکر آزادی مردم ایرانه، نه یا میخوان مردم ایران رو آزاد کنن. چقدر تو نادونی دیگه، تو دیگه چقدر نادونی. خیلی اعصابت خورد میشه از این تصاویری که میبینی. خیلی نگران نباش، همینطور ادامه پیدا کنه 48 ساعت تا 72 ساعت دیگه این محاصره غذا و دارو و شیر خشکویی ادامه پیدا کنه. یه کودک غزه نمیبینی که عکسش بیاد تو فضای مجازی سکوتت خراب بشه. یه همشون از بین میره و کودکان غزه شکایت سکوت ما رو به خدا میکنه. به والله در روز قیامت یکی از سوالایی که از ما میپرسن از مردم غزه، میگه از بزرگترین فاجعه تو عصر خودت چه کاری انجام دادی؟ چه کاری از دستت میومد انجام ندادی؟ میگه کاری از دستم بر نمیاد. استوری خب میتونی بذاری، این کلیپو و کلیپای مشابه این کلیپو رو خب میتونی پخش کنی. میتونیم هممون با هم یک صدا داد بزنیم آزادی مردم غزه رو بخوایم. خب ولی هنوز خیلی ها هستن که میگن عرب انو بذار حقشونه. 7 اکتبر ایتو کردن. کودک 2 ساله 1 ساله چی میدونه 7 اکتبر چه شده؟ چی میدونه جنگ چیه؟ برادرش گلو چیشش میمیره گشنی، مادرش میمیره، بچه گلو چیش میمیره. چقدر تو قسی القلبی، تو چقدر قلبت سیاهه که دوباره این فکرا میکنی، دنبال منطق میگردی که چرا ایتو سرشون میاد. ایتو نبا میکردن که ایتو سرشون نمیومد. تو دیگه چی؟ از خدا بترسید. از خدا بترسید که تو راه خودتون نیاد. یا محمد